وقتی یک حکومت وعده می کند، وعده امنیت، وعده عفو، وعده گذشت، وعده اعطای حقوق، باید سر وعده خود بایستد. یک حکومت باید صادق باشه با ملت. وعده آزادی بیان دادید، نباید جلوی آزادی بیان رو بگیرید. وقتی ما میگیم جلوی آزادی بیان رو نگیرید، به این معنی نیست که کسانی که در پی فتنه و آشوب هستند اونها رو آزاد بگذارید. قاطعانه با اونها باید برخورد شود. وقتی قول مساوات بین زن و مرد دادید، نباید که یک نفر، دو نفر، سه نفر قانون کل دولت رو باید تغییر بدن. آزادی فکر، آزادی اندیشه یکی از اصولی است که همیشه دین مبین اسلام به اون ارج گذاشته. اسلام هیچ وقت با فکر کردن و با فکر نجنگیده، بلکه جدال به شیوه نیکو با افکار و اعتقادات مختلف انجام داده. و جادلهم بالتي هی احسن ادع الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. چون وقتی که ما پیرو یک فکر و اندیشه‌ای هستیم که اعتقاد داریم وحی منزل است، باطل هرگز بر او پیروز نمی شود. اعتقاد داشته باشیم که ما پیرو کتابی هستیم که معجزه جاویدان الهی است، از طرف الله متعال نازل شده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس جایی برای ترس و واهمه نیست که ما فکر مخالف رو با فکر و عقیده خودمون جواب بدیم. به پروردگاری اعتقاد دارم که میفرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یقین دارم که هیچ باطلی در این دنیا در مقابل اعتقاد ما، در مقابل قرآن و سنتی که ما بهش اعتقاد داریم، هیچ گونه حول و قوه‌ای ندارد. لا حول ولا قوة الا بالله. وقتی که یک ملتی، یک امتی پیرو همچین اعتقادی باشه، در مقابل فکر با فکر مبارزه میکنه، در مقابل فرهنگ با فرهنگ مبارزه میکنه. ملت‌های بی فرهنگ از تهاجم فرهنگی میترسن. ملتی که عقیده ضعیف داشته باشه، عقیده سست داشته باشه، از تهاجم فرهنگی و اعتقادی دشمن میترسه. وانگهی خیلی از مسائل مهمی است که امروز در امارت اسلامی باید بیان بشه برای مردم. همونطوری که ما بارها گفتیم، سوال است برای ما: چرا جواب نمیدن؟ چرا این مشکل رو حل نمیکنن؟ آیا طالبان و سران امارت اسلامی در افغانستان ولایت فقیه میخوان؟ چون امروز آن روش حکومتداری که ما میبینیم ولایت فقیه است. فرقی بین این روش حکومتداری و روش حکومتداری خامنه‌ای و خمینی در ایران نیست. اینجا 4 تا ملا نشستن در قندار، هرچه که اینها دیکته میکنن و مجبور میکنن که امیرالمومنین باید اون رو اجرا بکنه و الا تهدید. آنجا هم یک مجلس خبرگان است و یک رهبر خودکامه و مستبد. هرچی که 4 تا آخوند در اونجا گفتن میشه قال الله و قال رسول، و کسی هم که در مقابل اونها قیام کرد میشه محارب. الذین یحاربون الله و رسوله، باید که اعدام بشه. امروز هم اگر که طالبا در افغانستان فکر میکنن که اینا یک حکومت مقدس الهی هستن و هر آنچه که صادر میکنن و هر آنچه که میگوین مقدس است، این ولایت فقیه به شکل سنی، ولایت فقیه به شکل امیرالمومنینش است. دقیقاً فکر یک فکر است، فکر ولایت فقیه و فکر امارت، اگر که این چنین فکر بکنن. پس ما در افغانستان امروز نیاز داریم که مجلس شورای اسلامی باید در افغانستان تأسیس شود. مجلس اهل حل و عقد باید در افغانستان تأسیس شود. علما، وجها و بزرگان قوم باید در دستورات حکومتی نظر داشته باشند. فرهنگ، اخلاق، کلتور، عادات، تقالید، عرف مردم باید مورد احترام قرار بگیرد. به هر شهروندی باید آن حقوق حقی که اسلام به او داده باید به او داده شود.